اگه فکر میکنی سوبارو تو 3 فصل قبل ریزیرو خیلی سختی کشیده، فقط صبر کن تا فصل 4 رو ببینی، چون این فصل شامل یکی از خشن‌ترین آرک هاییه که تا حالا دیدی. اول سوبارو باید به برج پلادس برسه، کاری که حتی راینهارد هم نتونست انجام بده. توی راهش مجبور از طوفان‌های شن، هیولاهای واقعا ترسناک و میاسمای استلا عبور کنه و وقتی بالاخره به برج میرسن باید از چالش‌هایی که داخل برج هست رد بشن که شامل مبارزه با ریتا اشریا، اولین شمشیر مقدس و یکی از قوی‌ترین شخصیت‌های کل جهان ریزیرو محسوب میشه. برای اینکه بفهمی چقدر قویه، تاپی ناگاتسوکی گفته اگه ریتا با روگولوس ملاقات کنه میتونه با یه ضربه اونو شکست بده. علاوه بر اینا سوبارو تمام حافظش رو از دست میده و با این وضع باید قاتل مخفی رو پیدا کنه. دلیل اصلی این که به برج اومدن این بود که درمانی برای قربانیان اسقف شهوت مثل رم و اونایی که تحت تأثیر کاپلا قرار گرفتن پیدا کنن. آرک ششم ریزیرو که جلدهای 21 تا 25 لایت ناول رو شامل میشه با عنوان راهروی خاطرات شناخته میشه. در کانال تلگرام قرار خواهند گرفت، پس اگه علاقه‌مندید تا ناول ریزیرو رو بخونید وارد کانال تلگرام بشید.